مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم زنه میگه که منم داشتونی رو آقای گلزار جابجا کرد. مخاطبین از رسانه پشت پرده، سلام، من امین فردین. خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجای این کره خاکی که هستید حال دلتون خوب باشه. این روزها صدای اعتراض مردم خوزستان زیاد شنیده میشه. مردم خوزستانی که در حال حاضر با گرمای هوای بیش از 50 درجه دست و پنجه نرم میکنن. اون چیزی که در صدا و سیما و رسانه ها منتشر میشه همیشه زیر 50 درجه رو اعلام میکنن که ادارات و سازمان ها تعطیل نشن که بخوام پول از جیب بدن. اون موقعی هم که ما در صدا و سیما بودیم همین بود. دمای هوا بالای 55 بالای 60 درجه بود، اعلام میکردن 49 درجه. و این گرمای هوا و دمای زیاد هوا در استان خوزستان و قطعی برق و قطعی آب باعث شده که دیگه مردم طاقت نیارن و اعتراض بکنن و برن تو کوچه و خیابون. وبيوم اللي جاء الإمام الخميني نزل الظلم منا ميلا لا يظلمونا جديد. الإمام بيوم اللي جاء اجى للمستضعفين، اجى للفقراء، اجى للمساكين. والله ما توصل، والله ما توصل، لأن عالم مخلد ما توصل هاي الأخبار. هاي ما عندنا لا نغسل يدينا لا نغسل وجوهنا. وين فرمان دار استندار احد يجي يشوفنا. كنقف هاي ما يعيش والله العظيم. ما هو قاعدين نترس ماي من الشاقة ونسبح نغسل مامن تسبح مامن ما يشير مامن. هاي وين صايره؟ وين صايره هاي؟ اصلا ما عندنا خبر من عنده، ليش ينقطع وليش يجي ما عندنا خبر من عنده. والله تتكرر دائما ولا واحد مصطفين اصلا. الله ما يقبل بيها يا عم. والله ما انا ما لها هايبينا. عندي حيوانات هاي شنو ذني بالخرسه. عندي حيوانات ميتات من عطش الله شاهد ما ادري ولا شفنا مسؤول لا مسؤول ولا كل شيء ماكو. هذا عندنا حيوانات تكرم مربطات بدون مال. هاي شوفي، وهاي الغنم هالشكل يعني ما ويها ما يقدر يسوي. خوزستان دین خودش را به اسلام ادا کرد. خوزستان برای اسلام و برای ارزش‌های انسانی و برای شرافت خود و کشور خود کوشش کرد و کوشش می‌کند و مردانه ایستاده است و اسوه است از برای سایر اهالی کشور. عده‌ای معتقدن که این اعتراض سیاسیه. قربونت برم، شما اگر انسان نباشی، سیب زمینی هم باشی، به آب نیاز داری، دیگه چه برسه به انسان. شما 10 دقیقه برو توی شرجی و گرمای بالای 55-60 درجه استان خوزستان، میفهمی که مردم برای چی دارن اعتراض میکنن. الان ساعت 2 ظهر وسط تابستون یه ماهیتابه مرکز شهر اهواز. بعد از حدود 1 ساعت و 45 دقیقه که روغن توی آفتاب ساعت 2 و 2 دقیقه اهواز بود، الان میخوایم بریم توی سفره سرخ کنیم. خب توی هوای نزدیک به 50 خورده درجه اهواز، آفتاب هم داغ حسابی تخمو تقریبا صفر شده. اگه یه ذره بیشتر بمونه بکنم کاملا الان اصلی شده تخمو رو. اعتراضشون هم به خاطر این هستش که طولانی ترین، پرآب ترین و بزرگترین رودخونه ایران در استان خوزستان، رودخونه کارون، رودخونه‌ای که روی تنها همین رودخونه 6 تا سد زدن و باش برق تولید میکنن. استان خوزستانی که دریای از ثروته، برق چای نفت قطع نمیشه اما برق خونه های مردم قطع میشه. بعد انتظار دارن که مردم ساکت باشن. این همه سد زدید روی رودخونه ها و
نمیدونم جای مختلف استان خوزستان. رودخونه کارون هم که خوش شده، تکلیفش مشخصه. میخوام یک گریزی بزنم به تقریبا 13 سال پیش یا شاید هم 14 سال پیش. آره. از لحظه که شما دارید این ویدیو رو میبینید، سال 1386 87 زمانی که من خبرنگار صدا و سیمای استان خوزستان بودم، اون موقع یک مستند ساختم در خصوص رودخونه کارون. رودخونه کارونی که اون موقع هم اوضاع خوبی نداشت و داشت خوش میشد و از اون طرف فاضلاب‌های بیمارستانی مستقیم میرفت توی رودخونه کارون. گفتم آقا یه فکری به حال رودخونه کارون بکنید. یه مستند ساختم هلوش 6 دقیقه که همون موقع، یعنی 13 سال پیش، 14 سال پیش، دقیقاً 86 میشه 14 سال پیش دیگه، این مستند مجوز پخش نگرفت و نذاشتن در صدا و سیما پخش بشه. و جالبه که اون موقع من رو 1 ماه ممنوع کار کردن که آقا این گزارش‌ها چیه تهیه می‌کنی؟ حالا این گزارش رو براتون پخش می‌کنم جلوتر. بعد از اون هلوش 1 ماه بعدش یک مسابقاتی بود که مسابقات گزارشگری کل مراکز استانی صدا و سیما بود. ما این گزارش رو فرستادیم برای مسابقات بین استان‌ها که جالب بدونید که در بین تمام استان‌ها این گزارش رتبه اول کشور رو به دست آورد و برترین گزارش خبری صدا و سیما شد اون سال. ولی در صدا و سیما هیچ وقت پخش نشد. یه نسخه ای از گزارش رو اون موقع‌ها دادن به رئیس جمهور و باعث شد که چند تا از مدیرهای استانی در استان خوزستان هم برکنار بشن. یعنی انقدر اوج فاجعه زیاد بود که دیگه روشون نشد. چند تا از مدیرها رو به خاطر این گزارش و مستند برکنار کردن. اما چه اتفاق افتاد؟ تصمیمات درست و دقیقی گرفته نشد. حاصلش این شد که 14 سال بعد رودخونه کارون دیگه تقریبا داره خوش میشه. چون رودخونه‌ای بود که تنها رودخانه قابل کشتیرانی ایران بود. حالا که مردم دارن در شهرها و شهرستان‌های مختلف استان خوزستان اعتراض میکنن، یه عده رو به گلوله میبندن، البته یه عده رو میبرن بهشون انگ سیاسی میزنن، یه عده رو هم میگن آقا شما دارید از نمیدونم رسانه‌های خارجی و این ور اون ور خط میدید. نه عزیزان، مردم به آب و برق نیاز دارن تو گرمای 60 درجه. اون دفتر مدیریتتون رو، اون سازمانتون رو از تهران بلند کنید بیاید توی استان خوزستان، توی اهواز 1 ماه مدیریت کنید، ببینید میتونید دووم بیارید. بعد میتونید بفهمید که آیا مردم خوزستان دارن به حق اعتراض میکنن یا به ناحق. زیاد صحبت کردم، بریم این مستند قدیمی که 13-14 سال پیش من ساخته بودم در صدا و سیما رو ببینید. دستتون میاد که ماجرا چی هستش. اون قسمت که ما رفتیم خروجی رو دیدیم فاضلاب بود، قشنگ چجوری تصمیم شد؟ شما اگه خروجی ما رو ببینید دقیقاً مثل آب زلاله. ببینم چی وارد کارون میشه. نکن ای وارد کارون میشه با این کیفیت. فاضلابتون کجاست الان دقیقاً؟ اون قسمت هست زیر درخت برسه. خب یه شاخشه که مثلا میره تو رودخونه. راستش باورم نمیشد فاضلاب بیمارستانی اونم توی کارون. با اطلاعاتی که از این جلسه به دست آوردم پیگیر شدم تا آزمایشات پساب خروجی بیمارستان ها رو بررسی کنم. اینو میشه بگیریم تصویر؟ نه انتظار کنیم مدیریتمون از همینجا من چک میکنه، اجازه نمیدم. مگه ما اینجا جرم بنابراین شما میتونید به اونا برو بگو رفتی بیمارستان. آره اجازه به اون ندادن. الان ما این آزمایشات که شما انجام بدید میتونید ما آزمایشات رو به تصویر بشید. ما قانون آزمایشات رو نمیتونید اختیار کنید. نه قانونه. وقتی از یکی از بیمارستان‌ها درخواست نتیجه آزمایش پساب خروجی فاضلاب کردیم، به نکات جالبی پی بردیم. اودوتون 200 بوده برج 28. نه 24.
در حالی که عدد میزان خروجی فاضلاب با کمی دستکاری از 244 به 24 تبدیل شده بود، در حالی که میزان استاندارد خروجی فاضلاب حداقل 100 است. پایگاه آزمایشی که در اختیار ما قرار دادن خب یکم با دستکاری فکر کنم، چون عدد 240 رو اینجا 24 آقای فرزی این شما میتونیم پیگیری کنیم. با استعلامی که از اداره آب و فاضلاب خوزستان کردیم، شک ما از دستکاری آزمایش به یقین تبدیل شد. ماره بیمارستانی هستش عدد 244 که مثلی که مخدوش شده 24 این گزارش داده شده. در این میان جواب رئیس گروه بهداشت محیط استان شنیدنی بود. 19 تا بیمارستان داریم، از این 19 تا بیمارستان 17 تا سیستم تصفیه فاضلاب فعال دارن و آنالیز فعال دارن یا استاندارد دارن؟ فعال استاندارد. حرفای رئیس گروه بهداشت استان در حالی شنیدنی بود که آمار محیط زیست چیز دیگری را نشان میداد و آن مقدار CO2 پساب فاضلاب بیمارستان‌های مختلف اهواز بود که از حد مجاز بالاتر بودند. اون چیزی که ما داریم میگیم بهترین، باید لوله آزمایش با استانداردها بگه بهترینه، نه شفاهی من، نه کتبی او، نه حرف او، نه حرف من. دستگاه ممکنه دچار اشکال بشه برای یه لحظه در اون زمانی که این دستگاه به حساب سیستمش غیر به حساب فعال بوده نمونه برداری انجام گرفت. ما بیش از 40 بیمارستان 100 تا استان داریم، نه همه دارن کار میکنن، مشکل خاصی نشن. 8 تا مورد اختلاف نظر هست که ان شاءالله تا هفته دیگه معلوم میشه یا نظر محیط زیست درست یا نظر بهداشت درمان. من هیچ وقت هم چیزی نمیگم اگر آلودگی نباشه. من چرا میام برای بیمارستان اخطار دادم میدم؟ بیمارستان اروند، آقازاده، آیت الله کریمی، رازی، مه، امیرالمومنین، سینا، فاطمه زهرا، شهید بقای، آریان، همه اینا رو اخطار دادم. اینا را مشکلش هست داره من و لطف کنید آخرین اطلاعات رو، چون من اطلاعات تا امروز. جالب اینجاست که رئیس مرکز بهداشت استان از مکان بیمارستان‌های زیر نظر خودش هم خبر نداشت. بیمارستان امیرالمومنین 32394. امیرالمومنین کجاست؟ امیرالمومنین حساب اندیمش که 194 سپیدار امیرالمومنین. امیرالمومنین اینه، همین درسته. اما مشکل آلودگی رودخانه کارون فقط به پساب فاضلاب بیمارستانی محدود نمیشه، چرا که مشکل پساب فاضلاب کشاورزی و صنعت شهری هم برای رودخانه کارون خطرناکه. یعنی فاضلاب داره ماهیگیری میکنی؟ بله. ماهی هم داره؟ ماهی هم هست، بله ماهی هست. دقیقاً اکثر آقایون هم که میان ماهیگیری میکنن دقیقاً همون نقطه‌ای که فاضلاب میان، برای اینکه اونجا مغذیه. این آلوده تا نزدیک خرمشهره، ما از این آب داره میخوریم. این ماهی که گرفتی آلوده نیستش به نظر؟ آلوده نمیشه. اونجا داره ماهیگیری میکنه. چیزی خیلی صحنه بدیه، ولی متاسفانه اتفاق داره میفته. با ادامه دادن ساحل رودخانه کارون به منطقه‌ای به نام گاونیش‌آباد رسیدم که دقیقاً پشت یکی از بیمارستان‌هایی بود که پساب فاضلاب خود را مستقیما وارد رودخانه کارون می‌کرد. تعال احمد. آزمایش کردن گفت آقا این گوسفنداتون گاواتون از این آب نخوره. بابا چی میگید؟ ما داریم خودمون میخوریم. اینی که شما ربطش میدید اون آب داره این میخوره، این آب در اون حد آلودگی نداره که کشندگی داشته باشه بخواد حیوان از اون نتونه استفاده کنه. اما کمی جلوتر رسیدیم به پمپ آبی که از رودخانه کارون آب میکشید. کجا میگیریم آب؟ از کارونی میکشیم برای باغا. این لولشه؟ این هم لوله آبیه که از رودخانه کارون وارد کشتزارهای سبزی خوردن میشه. در این میان 1,100,000 هکتار از زمین‌های کشاورزی سالانه از آب کارون بهره می‌برند و سلامت بیش از 63 نوع محصول که با آب آلوده رشد می‌کنند را به خطر می‌اندازه. کارون به بزرگترین استخر فاضلاب تبدیل شده است و آلوده بودن آن سلامت مردم این استان را با خطر مواجه ساخته و هیچ کس جوابگو نیست. آب را گل نکن. در فرودست انگار کفتری میخورد آب، یا که در بیشه دور سیره‌ای پر میشوید، یا در آبادی کوزه‌ای پر میگرد. آب را گل نکن. بله، تقریبا همه این مدیرها الان عوض شدن. نماینده‌های مجلس هم عوض شدن تو طول این 13-14 سال. اونا بودن، حالشونو کردن، پولشون هم گرفتن، حقوقشون هم گرفتن، تا تونستن خوردن و بردن. مدیرای جدید موندن و این تصمیم گیریایی که از دوره همونها باقی مونده بود. یه نکته هم بگم، خیلیایی که میگفتن آره نمیدونم تو صدا و سیما بودی، اون موقع نمیدونم دستمال به دست بودی، چاپلوس بودی. من اون موقعی هم که در صدا و سیما بودم مستندهای انتقادی هم میساختم. نمونه‌اش رو هم دید، زیاد دارم از این 100 مستند. ما توقع این بود که جناب آقای قالیباف که در سفرشون به خوزستان قول دادن که مشکل آب شرب خوزستان رو حل بکنن و آب کشاورزی رو سامان بدن، امروز حداقل اولین جلسه‌اش تغییر دستور و برگزاری جلسه فوق‌العاده برای حل مشکلات اساسی خوزستان باشه. خب چرا
من نماینده باید جواب بدم. وضع مردم به هم ریخته اونجا، دامشون طرف شده، زندگیشون از بین رفته، همه چیزشون نابود شده. کی باید به اینا رسیدگی بکنه؟ آقای روحانی باید بیاد جواب بده، آقای جهانگیری بیاد جواب بده. شما جلسه نذاشتی آقای رئیس؟ هیئت رئیس محترم الان باید فوری برای خوزستان جلسه بذارید، باید همه بیان اینجا جواب بدن مسئولین اجرایی. آقایون واقعا قضیه شوخی بردار نیست. با یک گزارش اینجا، شما گزارش را الان در رابطه با برق اینجا آوردی، در رابطه با وضعیت خاموشی ها. خب یکی از علل اصلی خاموشی ها کم آبیه. این را ما همیشه گفتیم و همیشه دوستان یک گزارشی آوردن تهیه کردن. بله نگران نباشید، ما گزارش تهیه کردیم، ما انشالله دستوراتی دادیم، یه پیگیریایی کردیم، یه سری اعتباراتی هم تعیین شده، یه عده هم اومدن و رفتن، جلسه هم گذاشتن، ولی هیچی توش در نیومد. وضع بدتر شد. نخلستان های ما، من حدود 5 میلیون نفر در شادگان دارم نخل که اینها در معرض نابودی هستند. همینطور آبادان، همینطور خرمشهر، همینطور اهواز، همینطور دشت آزادگان، همینطور شوش، همینطور همه شهرستان های اهواز، خوزستان، هندیجان و ماهشهر و بهبهان که دیگه حوزه این قصه جدایی. باید واقعا ما بشینن یک جایی به این قصه پرقصه خوزستان یک جایی بالاخره خاتمه پیدا بکنه. بشینید آقای رئیس مجلس، آقای رئیس دولت، آقای رئیس قوه قضاییه، شورای عالی امنیت کشور، همه بشینن حل بکنن این قضیه رو. تا کی ما باید منتظر بحران باشیم، منتظر مشکلات باشیم، منتظر این باشیم که دشمن بیاد ورود کنه، اغتشاش بشه، بعد ما تازه به فکر خوزستان باشیم یا نباشیم، یک جلسه‌ای بذاریم یا نذاریم. شما حتی از برگزاری جلسه هم دارید کردید برای خوزستان. این چه وضعی است آقایون؟ خانوما، ما خاصانه تقاضا می‌کنیم از همه مسئولین کشور، مخصوصا نمایندگان ارزشی دوره 11 مجلس، بیاید به داد خوزستان برسید، بیاید به داد این مردمی که واقعا صداشون به جایی نمیرسه برسید. در صورت امیدواریم که مشکل مردم خوزستان حل بشه، مشکل بی‌آبی در کل ایران حل بشه و شرایط خوبی واسه مردم رقم بخوره. در صورت مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید. اگر دوست داشتید ویدیو رو به اشتراک بذارید در اینستاگرام، تلگرام، در توییترتون، جای مختلف که مردم به عمق فاجعه پی ببرن. ممنون از شما.